مردی که هر روز به بهانه‌های مختلف زنشو کتک میزد و تحقیرش میکرد. بهش میگفت تو اگه آدم بودی، اگه با ارزش بودی، پدرت مفت و مجانی تو رو به من نمیداد که از دستت راحت بشه. حالا هم به جای نونی که بهت میدم باید عین خر کار کنی و صدات در نیاد. به نظرتون دلیل رفتارای مرد چی بود؟ از قدیم گفتن قدر زر زرگر شناسد، قدر گوهر گوهری. با من همراه باشین تا مفهوم این ضرب‌المثل رو توی این داستان زیبا با هم ببینیم. هلیا از همون بچگی دختر آرومی بود. از اونایی که بیشتر گوش میدن و کمتر حرف میزنن. پدرش استاد محمود همیشه میگفت این دختر یه دل داره اندازه یه دریا. خانواده هلیا ساده بودن ولی دلشون خیلی پاک بود. مادرش زهرا یه زن مهربون بود که همیشه میگفت خوشبختی دخترم مهمترین آرزوی منه. همین حرفا بود که بعدها کار دستشون داد. کامران اولین بار توی یه مهمونی خانوادگی هلیا رو دید. از همون اول با اعتماد به نفس زیاد جلو اومد. طوری که همه فکر میکردن خیلی پسر مطمئنیه. هلیا هم چون خیلی خجالتی بود فقط سرشو پایین مینداخت. کامران از همون جلسه اول شروع کرد به تعریف کردن از خودش، از کارش، از درآمدش، از این که زنش رو روی سرش میذاره. همه فکر میکردن چه داماد خوبی پیدا شده. وقتی رفتن خواستگاری استاد محمود گفت ما اهل سختگیری نیستیم. من فقط میخوام دخترم رو به یه آدم حسابی بدم، نه به یه آدم پولدار. کامران هم لبخند زد ولی پشت اون لبخند یه چیزی بود که هیچ کس نمیدونست. مهریه رو که گفتن کامران گفت هرچی خودتون بگید من در خدمتم. استاد محمودم گفت ما چیزی نمیخوایم. همین که مرد زندگی باشی و دخترم رو خوشبخت کنی برای من کافیه. زهرا هم لبخند زد. فکر کرد این یعنی یه خوشبختی بزرگ. همون شب وقتی برگشتن کامران توی ماشین زیر لب گفت چقدر خوبه، مفت و مجانی گرفتمش. هلیا اول فکر کرد که شوخیه ولی لحنش شوخی نبود. یه چیزی توی دلش لرزید ولی هیچی نگفت. نامزدیشون خیلی کوتاه بود. کامران همیشه میگفت من از این مراسمای الکی خوشم نمیاد و چون خانواده هلیا اهل سختگیری نبودن همه چیز رو قبول میکردن. به خاطر همین همه مراسم‌ها ساده و بدون تجملات برگزار شد. از همون دوران نامزدی کامران شروع کرد به ایراد گرفتن. یه روز میگفت چرا تو اینجوری حرف میزنی؟ روز بعد میگفت این چه لباسی پوشیدی؟ یا میگفت چرا با فلانی سلام علیک کردی؟ هلیا هر بار میخواست چیزی بگه یاد حرف مادرش میافتاد که میگفت دخترم زندگی اولش سخته بعدش همه چیز درست میشه. برای همین سکوت میکرد. بعد از نامزدی کم کم کامران شروع به تغییر کرد. اولش خیلی تغییرات ریز بود. مثلا وقتی هلیا حرف میزد وسط حرفش میپرید و میگفت تو لازم نیست نظر بدی، تو چیزی سرت نمیشه. هلیا اولش فکر میکرد شاید حساس شده. با خودش میگفت شاید من زیادی گیر میدم. ولی هرچی میگذشت این رفتارا بیشتر میشد. یه روز کامران گفت تو چرا اینقدر ساده ای؟ آدم باید زرنگ باشه. تو رو مفت دادن دست من، معلومه که هیچی بلد نیستی. این جمله مثل یه سنگ نشست روی دل هلیا ولی بازم هیچی نگفت. وقتی این حرفا رو به مادرش گفت زهرا گفت
مردا همینن دخترم، سخت نگیر، زندگی تازه شروع شده. هلیا هم دوباره سکوت میکرد. روز عقد که شد، کامران حتی یه لبخند درست حسابی هم نزد. همه فکر میکردن از خجالتشه. بعد از عقد کامران گفت من از این رفت آمدا خوشم نمیاد. زیاد نرو خونه بابات. مردم فکر میکنن تو هنوز وابسته اونایی. هلیای بیچاره دلش گرفت، اما قبول کرد. کم کم کار به جایی رسید که حتی برای دیدن مادرش هم باید اجازه می گرفت. کامران همیشه یه بهونه داشت. خستم، حوصله ندارم، الان وقتش نیست. مگه من مردم که هی میخوای بری؟ هلیا هر بار که میخواست چیزی بگه یاد حرفای کامران میافتاد که میگفت تو هیچی سرت نمیشه. استاد محمود هر بار که هلیا رو میدید میگفت بابا جون چرا لاغر شدی؟ چرا رنگت پریده؟ هلیا لبخند میزد و میگفت خوبم بابا جون، فقط یکم خستم. استاد محمود دلش شور میزد، اما چون هلیا چیزی نمیگفت فکر میکرد شاید زندگی تازه است و دخترش داره عادت میکنه. اما نمیدونست پشت این همه سکوت چه طوفانی خوابیده. بعد از ازدواج هلیا فکر میکرد شاید کامران عوض بشه و میگفت شاید استرس داره، شاید خسته است. ولی از همون شب اول فهمید این سردی یه چیز عادی نیست. کامران حتی یه جمله محبت آمیز هم نمیگفت. صبح که میخواست بره سر کار بدون خداحافظی میرفت. هلیا پشت سرش میگفت خدا نگهدارت عزیزم. ولی کامران حتی بر نمیگشت که نگاش کنه. همین بی‌اعتنایی ها کم کم روح هلیا رو میخورد. وقتی هلیا غذا درست میکرد کامران بدون اینکه حتی مزه‌ش رو بچشه میگفت این چیه درست کردی؟ زنای مردم غذا درست میکنن، تو هم درست میکنی. هلیا لبخند تلخی میزد و میگفت دفعه بعد بهتر درست میکنم. یه روز که هلیا گفت میخوام برم مامانمو ببینم، کامران با لحن سردی گفت پدر و مادر تو رو مفت و مجانی دست من دادن. حالا بازم دوست داری که بری پیششون؟ این جمله مثل یه سیلی توی گوش هلیا میپیچید. هلیا شبها تا دیر وقت بیدار میموند. نه خوابش میبرد، نه دلش میخواست گریه کنه. فقط یه حس خالی بودن توی دلش بود. وقتی مادرش میومد، هلیا سعی میکرد خودش رو شاد جلوه بده و میگفت خوبم مامان، نگران نباش. ولی زهرا همیشه حس میکرد یه چیزی این وسط درست نیست. استاد محمود هم دلش گواهی میداد. هر بار که هلیا رو میدید میگفت بابا چرا چشات انقدر خسته است؟ هلیا لبخند میزد و میگفت چیزی نیست بابا، فقط کارای خونه زیاد شده. ولی استاد محمود میدید که دخترش دیگه اون دختر خندان سابق نیست. یه چیزی توی نگاهش خاموش شده بود. یه چیزی که پدرها خوب میفهمن. کم کم هلیا متوجه شد که کامران فقط سرد نیست. یه جور نگاه از بالا به پایین داشت. هر بار که هلیا حرف میزد کامران با یه لبخند کج میگفت تو هنوز بچه‌ای، چیزی نمیفهمی. هلیا کم کم یاد گرفت کمتر حرف بزنه و کمتر بخنده. انگار داشت خودش رو جمع میکرد که کمتر دیده بشه، شاید کمتر اذیت بشه. یه روز که هلیا گفت دلش برای پدرش تنگ شده، کامران بهش گفت تو هنوز نفهمیدی زن باید اولویت اولش شوهرش باشه؟ اما هلیا خیلی دلش تنگ شده بود و اصرار کرد. همون لحظه بود که کامران با عصبانیت بلند شد و یه مشت محکم به صورت هلیا زد. هلیای بیچاره روی زمین افتاد و گریه میکرد. کامران گفت
حالا اگه میخوای با این قیافه برو پیش پدر و مادرت. چند روز گذشت. یه روز زهرا به دیدن هلیا اومد و گفت بابات میگه چرا کم میای؟ هلیا لبخند زد و گفت زندگی دیگه مامان، مشغله هام زیاده. ولی زهرا از پشت اون لبخند یه غمی رو دید که نمیدونست اسمش چیه. زهرا از هلیا پرسید دخترم گوشه چشمت چی شده؟ هلیا گفت وقتی داشتم میز رو تمیز میکردم سرم به لبه میز خورده. زهرا لبخند زد ولی توی دلش این حرفا رو باور نمیکرد. کامران میگفت زن فلانی رو ببین چقدر زرنگه، تو چرا مثل اون نیستی؟ هلیای بیچاره هر کاری انجام میداد کامران یه ایرادی ازش میگرفت و شروع به کتک زدن میکرد. هلیا شبها توی تاریکی به سقف نگاه میکرد و با خودش میگفت من چی کار کردم که اینجور شدم؟ وقتی یه بار با ملایمت کنار کامران نشست و گفت من خیلی از دستت ناراحتم، کامران با اعتماد به نفس و خونسردی گفت عزیزم مشکل از خودته، تو خیلی ایراد داری. کامران هر روز یه بهونه جدید برای دعوا و کتک کاری داشت. یه روز میگفت خستم، یه روز میگفت اعصاب ندارم، یه روز میگفت تو زیادی رو مخم را میری. یک هفته بعد که هلیا به خونه پدرش رفت، استاد محمود دید دخترش حتی وقتی چای میریزه دستاش خیلی میلرزه. وقتی که هلیا رفت پدرش به زهرا گفت این بچه داره آب میشه، یه چیزی این وسط هست که اون از ما پنهون میکنه. زهرا هم گفت منم مدتها متوجه یه چیزی شدم، ولی هلیا میترسه که حرفی بزنه. چند روز بعد استاد محمود بیخبر رفت سراغ هلیا فقط برای نشستن روبروش. وقتی هلیا در رو باز کرد مثل قبل شاد و خندون نبود و سری برگشت و کنار پنجره نشست. انگار یه چیزی توی صورتش بود که نمیخواست پدرش اونو ببینه. وقتی پدرش برای صحبت کردن به هلیا نزدیک شد کبودی‌های صورت هلیا رو دید و گفت دخترم پس به خاطر همیناست که میترسی حرفی بزنی. همین جمله کافی بود تا بغض چند ماهه هلیا بشکنه. هلیا همه چیز رو به پدرش گفت. پدرش هم گفت تو تنها نیستی، من دیگه نمیذارم بیشتر از این اذیت بشی. هلیا هم برای اولین بار بعد مدت‌ها حس کرد یکی پشتشه. وقتی کامران فهمید پدر هلیا دنبالش اومده اولش جدی نگرفت. فکر کرد مثل همیشه هلیا سکوت میکنه و برمیگرده، اما در واقع این بار فرق داشت. چند روز بعد کامران تازه فهمیده بود که چی از دست زده. فهمید اون سکوتی که فکر میکرد ضعف هلیاست در واقع صبوری بود که دیگه تموم شده. هرچی اصرار کرد هلیا بر نگشت. هلیا کم کم دوباره جون گرفت. کنار پدر و مادرش کم کم دوباره خندیدن یادش اومد. فهمید که ارزش یه زن به محبت و احترامیه که میگیره، نه به تحملی که خرج میکنه. هلیا دیگه فهمیده بود که یه وقتایی رهایی شجاعانه ترین انتخاب دنیاست. کامران چند روز صبر کرد، بعد شروع به رفت آمد و اصرار کرد. ولی پدر هلیا جواب نمیداد و میگفت هلیا الان آروم نیست، بذار خودش آروم بشه تصمیمش رو میگیره. کامران که دید اوضاع خیلی جدیه خودش رفت دم در با یه دسته گل با حرفای قشنگ و با کلی توضیح. اما استاد محمود در رو باز کرد و خیلی آروم گفت پسرم این بار دیگه با حرف خالی نمیشه. دختر من دل داره، تو دلشو شکوندی. چند هفته گذشت.
کامران هر روز می اومد و هر روز محترمانه تر و آرومتر رفتار می کرد. انگار تازه فهمیده بود که چه اشتباهی کرده. وقتی استاد محمود دید که کامران واقعا داره تلاش میکنه گفت من دخترم رو مفت ندادم. این بار هم مفت پس نمیدم. اگه میخوای باید قدرشو بدونی. کامران هم گفت میدونم، دیر فهمیدم، ولی قول میدم که دیگه متوجه شدم. بعد از چند ماه وقتی هلیا دید رفتار کامران واقعا تغییر کرده، با دل آرومتری سر زندگیش برگشت. نه از روی اجبار، از روی انتخاب. چون این بار پشتش به پدری بود که ارزشش رو بهش یادآوری کرده بود. و اما کامران چون برای اولین بار فهمید رابطه فقط خرج کردن پول نیست، هزینه احترام، توجه و آدم شدن رو هم پرداخت کرده بود، همین باعث شد قدر هلیا رو بیشتر بدونه. هلیا هم یاد گرفته بود که سکوت کردن همیشه راه حل نیست. یه وقتایی باید حرف بزنی تا دنیا بفهمه تو آدم ارزشمندی هستی.